چقدر این آدم بده تو دفاع کردن، چون شومنیو یه خط برد عقب وقتی که اخراج شد. رئال هی داره رفته رفته ست پیساش خطرناکتر میشه. حملات بیشتر از سمت رشفورد بودش و زمانی که حالا رافینیا اومد تو دیدیم حالا دوباره توازن برگشت، چقدر از سمت راست حمله کردن. ازر واقعا یک به یک ها رو عجیب غریب برمی‌داشت، اصلا یه خلاقیت عجیبی به خط هجومی آرسنال اضافه کرده بود که من لذت می‌بردم. شاید با اومدن ایساک بتونه اون قفل لو بلاکی که تیم‌ها جلوش میچینن رو باز بکنه. کار منچستر بیشتر از اینه که اینو بازی بده اونو بازی نده. اون ساختار رست دیفنسش افتضاحه، فاجعه است. هیچکی نمیدونه کجا باید وایسه، کی باید کجا وایسه اصلا. سلام، خوش اومدیم به یه قسمت دیگه از پادکست 11 مرد خشمگین. من ارشیان و من عرفان. امروز اومدیم با بررسی این هفته لالیگا و پریمیر لیگ. بریم از بازی رئال اول شروع بکنیم، جایی که بحث‌های داوری همچنان هنوز داغه. همچنان رئال پی فرجام خواهیه که کارت قرمز هایسن بخشیده بشه و خب بحث پرونده نگریرا الان خیلی داغ شده. کلا بیشتر از خود بازی بیشتر به داوری پرداختن. آره، به این بحث داوری که حالا من سعی می‌کنم خیلی راجعش صحبت نکنم، به هر حال همیشه رئال و بارسا به داوری اون معترض، همین داوری که حالا رئال بهش معترضن دقیقاً بارسا بهش معترضن، برای همین خیلی بهش نمیپردازم. ولی راجع به بازی جالبی بود به نظرم. این اخراجیه فقط هیجان انگیزترش کرد، یعنی به نظرم سوسییداد برخلاف اون چیزی که انتظار داشتیم لیگو خوب شروع نکرده، جایگاه خوبی هم تو جدول نداشته، 2 تا تساوی یه باخت داشته. اون سوسییداد همیشگی نیستش، یعنی بعد فعلا 9 سال سرمربیشو عوض کرده. دقیقاً همینو واسه میگم. و اصلا سرمربیه همین که به نظرم کوبو رو تو نذاشته بود فیکس نشون میداد که حالا تازه اومده انگار تو تیم، حالا یه داستانایی داشته، چون با تعویض کوبو اصلا هرچند رئال 10 نفره بود کیفیت کوبو نشون داد که اصلا شاید این بازیکن خوبیه حداقل مقابل رئال. یه سری چیزهای جدید ژابی آلونسو تست کرد، مثلا زوج 3 با آردا رو برای اولین بار می‌دیدیم که به نظر خیلی جواب نداد، بین نیمه عوض کرد. البته عوض کرد که براهیمو با والورده عوض کرد، ولی خب ترکیب خط هافک عوض شد. ولی بازیه به نظرم هم نشون داد که امباپه خیلی دندون تیز کرده برای توپ طلا و هم نمایش درخشان گولر. خیلی خوب بود گولر، توی بازی سازی خوب بود، توی پرس خوب بود، فشار خوبی میذاره رو بازیکن حریف و حفظ توپ خوبی هم داره. خب یه مربی چه انتظاری داره از یه هافک؟ 0 توپ لو داد تو این بازی که برای هافک خیلی آمار خوبیه و 5 نبرد از 5 نبرد زمینیش رو برد. ترکیب جدید اتفاق منم دقیقاً یادداشت کردم که بهش بپردازم که حالا آرنولدو نذاشته بود، حالا ولی یعنی احساس میکنم میخواد چیزای جدید تست کنه، ولی چون در صورت در آینده باید ترکیبو چرخشی کنه با فشاری که هستش. حالا بیشتر به نظرم تو 2 تا پست دفاع وسط و امباپه و وینیسیوس بیشتر باید این کارو بکنه، چون که اکثر با مسئولیتاش هم مثلا اینجا رخ میداد. حالا با برگشت بیلینگهام دستش بازتر میشه تا حدودی که مثلا بتونه با آردا مثلا بتونه جایگزینش کنه یا اصلا اضافهش کنه با آردا. ولی در تا سبایوس چیزی که من دیدم این بود که چرخش توپ روونتری داشت رئال نسبت به زمانی که شومنی و والورده تو بودن، از این جنبه مثبت بود. ولی سبایوس از نظر کارهای دفاعی واقعا فاجعه بود، یعنی زمانی که اخراج شدش هایسن این قشنگ هی مثل سیلی یا آب سردی هی رو آدم انگار ریخته میشد، مثلا که چقدر این آدم بده تو دفاع کردن، چون شومنیو یه خط برد عقب وقتی که اخراج شد، ولی دید نه پشت 18 مدام خالیه و مثلا آردا نمیتونه بیاد اون نقش پیوت بازی کنه. خود سپاس هم کمان که اصلا یه فاجعه بود تو دفاع که دوباره تعویض کرد و شومنیو برگردون دوباره اون خط یه خط جلو که دیگه با اون تعویضی که کرد تقریبا بازی یه جای بعد تقریبا قفل شد، هرچند یکی دو تا موقع حالا باز بعد اون تعویضا داشتش سوسییداد. آره، این بستن بازی هم جالب بود از سمت ژابی آلونسو، چون که خب وقتی تو 10 نفره میری سمت بستن بازی، ولی خب رئال گل زد بعد از 10 نفره شدن، گلی هم زد که تو محوطه
چند تا بازیکنش پاسکاری کردن و توپ رفت بیرون و دوباره امباپه اومد پاس گل رو داد. اما خب نکات منفی هم داشته بازیه، یعنی اون پرس رئال هنوز شکل نگرفته. بعضی جاها مثلا امباپه و وینیسیوس از اون چیزی که ژاوی بهشون دستور داده خارج میشن و همین باعث میشه که خیلی راحت یه روزنه کوچیک توی خط پرس باعث بشه که سوسییداد راحت بتونه بیاد بالا. ولی خب از اون طرف باز یه نکته روشن دیگه ای که بود اینه که ایستگاهی توی فوتبال جدید خیلی نقش پررنگی داره، کما اینکه الان توماس فرانک با تاتنهام همینجوری داره میبره تقریبا. آرسنال هم که کلا همینه. رئال هی داره رفته رفته ست پیساش خطرناکتر میشه. یه پلن هم داره ولی خب پلن رو فعلا کسی نتونسته جلوشو بگیره دیگه. اینکه بندازن تیر 2 بعد رو تیر 2 یکی بفرسته به مرکز دروازه و بکننش تو گل. ولی یه نکته منفی که داشت این بود که من بعد اخراج شدن انتظار داشتم والورده بیاد به عنوان پیوت جای، ولی آلونسو برعکس این کار کرد. یعنی والورده رو گذاشت به نوعی حالا به جای برایم دیاز که حالا همونجا بیاد تو کار دفاع به کارواخال کمک کنه، ولی این گولر بود که بعد می اومد تو پیوت کمک میکرد و رئال شانس آورد تو اون فاصله زمانی که شومنی دوباره برگرده اونجا با این کار آلونسو گل بیشتری نخورد. مثلا یه 2 تیر خوردش، موقعیت دیگه هم ایجاد شد. اینش برام خیلی عجیب بود که والورده تو کار دفاعی بهتره، چرا این فشار رو به گولر می آورد. داشت این کارش به نظرم یه خورده که نه خیلی اشتباه بود. یه ستاره بیچون و چرا داشت بازی، کار راست بود، خیلی به نظرم خوب بود. یعنی بین خریدهای رئال شاید کم نام و نشان ترینشون بود، یعنی که هوادارا کمترین هیجان رو براش داشتن، ولی خیلی خوب قشنگ نشسته تو ترکیب تیم و هم تو فاز دفاعی و هم تو فاز هجومی داره قشنگ به یه وزنه تبدیل میشه تو راه. آره دقیقاً. هم بازی قبل هم که اصلا یه توپ رو خط در آوردیم، بازی هم به نظرم یه بازیکن کاملا ایدئالیه که فکر می‌کنم 50 تا خریدنش، درسته؟ فکر کنم اگه این بازیکن مثلا با 50 تا با یه همچین کیفیتی خریده باشن، خب خیلی تیم‌ها مثلا درگیر همچین داستانی هستن. مثلا لیورپول اولش 40-50 تا داده کرکز رو خریده، ولی هنوز اون بازیکنی نیستش که مثلا روش حساب کنه. هی میگن از این بازی از اون بازی، ولی این بازیکن همینجا به نظرم یه خورده خیال رئال رو راحت کرده که از شر بازیکنی مثل مندی و فران نمایش خوبی داشته. صحبت پایانی در مورد این بازی؟ صحبت پایانی این که به نظرم چون در تو حالا هفته دیگه هم توپ طلا هستش، اینو بد نیست اینو اشاره کنم که احساس می‌کنم من به نظرم وینیسیوس پذیرفته که اصلا امباپه کلا شماره 1 رئالو، مثلا این در نحوه بازیش هم کاملا مشخص بود. نوعی که پرس می‌کردن جفتش، مثلا امباپه کمتر از وینیسیوس تو پرس شرکت می‌کنه، داره نقشش رو میپذیره، حالا چه خوب چه بد برای خودش و این انسجام تیمی رو برای رئال. من یادم زمان مورینیو میگفتن که مشکل رئال اینه که مثلا کریستیانو رونالدو نمیاد از اون ور دفاع بکنه و خب مورینیو یه کاری کرد که مجبورش کرد بیاد دفاع بکنه و دنی آلوز اتفاقا که با هم خیلی کل داشتن و تکل کرد و از اونجا بود که رئال تونست تو ال کلاسیکو برتری پیدا بکنه. شاید الان کلید موفقیت رئال هم همین باشه، چون من نسبت به ابتدای فصل خیلی امیدوارترم که رئال حداقل یه جام خوبی بگیره. بریم سراغ بازی بارسا، جایی که بارسا اصلا متحول شده بود نسبت به بازی رایو وایکانو، با اینکه نیمه اول ستاره‌اش هم نداشت، ستاره خط حمله‌ش و رافینیا رو نیمکت بود، اما تونست 6 تا بزنه. آره یه خورده از این نظر حالا من خودم به شخصه احساس اطمینان داشتم، یه خورده خیال جمع بودم که حداقل یامال به موقع مصدوم شه، قرار بود مصدوم بشه، چون همونجوری که صحبت کردم بارسا 3 بازی اولش سخت بود، 3 بازی بعدیش راحت‌تر از 3 بازی اولشه و رئال برعکسش بود، 3 بازی اولش راحت بود، 3 بازی دومش سخته. و این بازی هم والنسیا به نظرم کار آنچنان سختی بارسا نداشت مقابل والنسیا، ولی نکته‌ای که داشتش که با اون میخوام شروع کنم کار دفاعیش بود که به نظرم با کاسادو و پدری انجام داده. و تو بازی با رای وایکانو ما می‌دیدیم که مثلا پدری خیلی نفوذ داشتش. این بازی نفوذ پدری رو به جلو محدودتر کرده بود و کاسادو که اصلا یه خط عقب‌تر هم بود حتی. و زمانی که بارسا به گل رسید برخلاف بازی با رای وایکانو، من این چیزای فیلیکو دوست دارم، یعنی تغییرات رو اعمال میکنه سریعا نسبت به مربی قبلی بارسا.
وقتی که به گل رسید دیگه عملاً اون بارسای رای وایکانو رو نمیدیم که هی جلو باشه بی‌دلیل و فضای خالی بده. مثلا کاسادو می اومد بین دو تا دفاع وسط که اگه یه زمانی مثلا دفاع بغل جلوتر رفته بود، دفاع وسط بره اون توپای بازیکن کناری و خودش بیاد پوشش بده اونجا رو. و ما می‌بینیم که عملاً تو این بازی خود هم بارسا کم آفساید ترپ استفاده کرد، هم فضای خیلی کمی پشت دفاعش، اصلا به جز شاید یکی دو صحنه که اونم خود دفاع رسید جمع کرد، عملاً هیچ فضای پشت دفاعش که دفاع کناراش ایجاد نشده بود. آره خط هافک بارسا کمتر میرفت جلو، فقط فرمین اجازه داشت که نفوذ بکنه. شاید هم به خاطر این بوده که خب چپ و راستش جدید بودن و میخواست اونا رو کاور بکنه. اما صحبت فرمین شد، اینم اضافه کنم که چقدر خوب بود فرمین، یعنی واقعا درخشید. حتی یکی یه توییت زده بود که بدون یه دست و یه پا از اولمو بهتره، واقعا بهتر از اولمو. هی اومد تو هاف اسپیس چپ و راست، یعنی تو هر دو هاف اسپیس صاحب توپ شد و آخرم تونست خیلی راحت گلشو بزنه. فرمین لوپز اصلا خیلی سطح، حداقل الان خیلی آماده تر از اولمو حتی بعد اینکه اومد هم سطح خوبی از خودش نشون نداد. ولی یه نکته دیگه که تو حالا سبک فیلیک هستش، در رابطه با حالا حملهش بخوام صحبت کنم، این که فیلیک با ترکیبی که میچینه دوست داره بین خط هافبک دفاعی حریف و خط دفاعی حریف یه فضایی ایجاد کنه. چرا دوست داره این کارو بکنه؟ که در نهایت مثلا مهاجم هدفش که حالا فران تورس بود این بازی و اگه حالا لواندوسکی باشه، اینا یهو بیان عقب، یا حالا رشفورد باشه، یا حالا تو این بازی هم به اشاره میکنم که بیاد عقب یه بازیکن رو با خودش بکشونه، ولی خب خط دفاعی دیگه کامل نمیاد بالا، چون از اون طرف نمیخواد یا تو تله مثلا این کار بارسا بیفته که خط دفاعیشو بکشونه جلو. از اون فضایی که بین هافک دفاع و خط دفاعش ایجاد شده، اون بازیکن هجومی که مثلا فران تورس بود این بازی بیاد توپ بگیره و پخش کنه بین چپ و راست، که توی یه صحنه ما دیدیم که رشفورد اومد جلو دفاع رو کشید، همزمان باش فران تورس اومد که یه دفاع هم همین کارو کرد باهاش اومد که پاس سومو به اصطلاح داد به فرمین لوپز و فرمین لوپز رفت گل زد. دقیقاً خیلی از ترمانان استفاده میکردن و چیزی هم بود که فران تورس توش استاد دیگه، هر چقدر فینیشینگش خوب نباشه پاسای خیلی خوبی میده و استاد این مدل بازیه. اما تغییری که نبود یامال رو بازی بارسا گذاشته بود دقیقاً همین بود، اینکه به جای اینکه بیاد از وینگرها استفاده بکنه برای موقعیت سازی، از وسط و از سمت همون فران تورس که بده چپ یا بده راست استفاده میکرد که بتونه موقعیت بسازه. این نکته دلیلش این بود که حالا شاید اعتماد زیادی به بارگی که وینگر راستش بود نداشت، چون اکثر فشار حالا این سری برخلاف سری قبل از چپ که رشفورد بازی میکرد، حالا چه بازی خوبی هم کرد رشفورد، یه خورده توییت الان برعکس میشه برای منچستر، این بازی خیلی خوب بازی کرد هرچند فاصله داره با اون سطح انتظارات، ولی حملات بیشتر از سمت رشفورد بودش و زمانی که حالا رافینیا اومد تو دیدیم حالا دوباره توازن برگشت، چقدر از سمت راست حمله کردن. یه نکته جالبی که داشت، حالا همین داستانی که گفتی، والنسیا وقتی گلی که خوردش دقیقاً سر همین تاکتیک بارسا، تو گل سوم سعی کرد این برعکسش رو انجام بده، یعنی مثلا دفاع نیاد جلو. والنسیا تو 3 بازی قبلیش 2 تا گل خورده بود ولی این بازی قشنگ مغلوب شده بود، یعنی نه تو کار تاکتیکی تونست ببره، نه رو هوا، نه هیچ برتری نداشت نسبت به بارسلونا. و صحبت‌های فیلیک بعد از بازی رایو وایکانو خیلی تاثیر گذاشته بود رو بازی بارسلونا دیگه. یه خبرایی اومده بود که بعد از بازی تو رختکن از اون صحبت‌های فیلیکی انجام داده بود، از اون دادای آلمانی زده بود و قشنگ این بازی بارسلونا خیلی بهتر داشت بازی می‌کرد. صحبت پایانی در مورد بازی، این بازی خورده منو امیدوارتر کرد که بارسا اون قدم که یعنی دفاعش بد هست ولی همیشه یه راهکاری داره فیلیک برای اینکه بتونه اون ضعف دفاعیش رو یه جوری جبران کنه. امسال انگار لیگ خیلی جذابی قرار بشه اسپانیا، برندش احتمالاً از قبل معلوم نیست، تا هفته‌های آخر جدالو داریم. بریم سر وقت لیگ انگلیس، به ترتیب برگزاری بازی هم بریم. اول از بازی ناتینگهام فارست و آرسنال شروع کنیم که روز شنبه برگزار شد
و توی بازی راحت آرسنال تونست 3-0 ببره. یوکرس هم بالاخره گل زد. آره ما تو بازی قبل گفتیم که مثلا آرسنال ازه رو داره، اودگارد رو داره، چرا همزمان این دوتا رو بازی نمیده؟ حالا شاید خستگی رایس به خاطر بازی ملی و تدابیر آرتتا باعث شد که ما همزمان این دوتا رو ببینیم، هرچند اودگارد زود مصدوم شد. ولی قشنگ سطح تفاوت احساس کردیم که ازر واقعا یک به یک ها رو عجیب غریب برمی‌داشت. اصلا یه خلاقیت عجیبی به خط هجومی آرسنال اضافه کرده بود که من لذت می‌بردم. فقط یه نکته وجود داره که حالا همچنان باز هم بیشتر درصد حمله‌هاشو نمیدونم چرا از سمت مادوئه که انجام می‌داد. وقتی یه کسی مثل ازر رو داری، من حداقل ترجیح میدم که باز از سمت ازه بیشتر تلاش کنه، ولی اگه پلنش باز این بود که از سمت مادوئکه و با کراس بره، یه ضعفی که این کار داره مادوئکه پای تخصصیش چپه و خب این که بخواد ارسال کنه با پای چپش معمولا بیشتر با راستش اگه بخواد اون کار کنه باید بیاره رو چپش. آره این یه خورده زمانو میگیره و اینکه ما دیدیم حالا چند سری هم با راستش کاتبک یا پاسایی که میداد دقیق نبود. آره این مشکلات داره که حالا هرچند این بازیکن شاید پوزیشن اصلیش راست باشه ولی اصلا برای چپ خریدتش دقیقاً برای اینکه از چپ بره ارسال کنه. اصلا ذهن آرتتا رو میشه خون. آره بیشتر حمله‌هاشون از سمت راست کردن و چند تا توپی که اومد سمت ازه تقریبا همشون موقعیت شد. پاس گلش هم خیلی خوشگل داده یاکرس و یه پلنی که داشتن برای ازه این بود که ازه رو با پاس بلند پشت سر موراتو صاحب توپ کنن و ازه برعکس مادوئکه دقیقاً نشون داد که برای اینکه مثمر ثمر باشه نیاز نیست 50 تا توپ بهت برسه، با 2 تا هم میتونی کارتو انجام بدی. اما یاکرس این بازی خیلی خوب بود به نظرم. همکاریش با وینگرهای کنارش خیلی خوب بود، خوب فضا سازی میکرد و گلش هم روی فضا سازی که برای خودش انجام داده بود تونست بزنه. خیلی محشر بود. دقیقاً یه فرقی که یوکرش حالا والا خودش میگه بین یوکرس و یاکرس و ما میگیم یوکرس. حداقل یوکرس یه فرقی که این بازی با بازی دیگه داشت، یه چیزایی تو بازی با لیورپول دیدیم که اصلا صاحب توپ نشد. یه صحنه هم صاحب توپ شد، اونم دقیقاً به خاطر تلاش خودش بود. این بود که سعی می‌کرد ببین من خیلی نمیتونم بگم این تو پلن آرتتا بود، احساس می‌کنم خود بازیکن این آتشو داره که خودشو نشون بده. چون مثلا یه صحنه بودش که توپو به تیر زدش، مثلا اونجوری که اومد با ازه همکاری کرد، بعد توپ از اون سمت برداشت برد سمت مادوئکه که پاس داد مادوئکه، بعد دوباره رفت اوورلپ از پشت مادوئکه که توپو گرفت شوتو زد که به تیر خورد. شوت خوبی هم داد. حالا با تو زاویه نشون میده که خودش داره هر جور شده تلاش میکنه که تو مسیر جریان بازی قرار بگیره، بتونه بهره مند بشه، وگرنه اونجوری نیستش که به تغذیه بشه یا براش مثلا پاسای خوبی بندازم مثلا چه میدونم فران تورس تو بارسا مثلا. آره نیمه اول خیلی خوب بود همکاریاشون. نیمه دوم هم که ناتینگهام تازه مربیش عوض کرده از نونو اسپریتو که دفاع مطلقه، لو بلاک مطلقه، رسیده به آنژ پوستکوگلو که های پرس مطلقه. یعنی قشنگ از انگار از دنده 1 دارم میرم 5 و هنوز عادت ندارن. نیمه اول خب پوستکوگلو یه عقلی کرده بود، این بود که عقب نگه می‌داشت بازیکناشو، خیلی نمیرفتن جلو. اما نیمه دوم چون تیمش عقب بود و گل می‌خواست بازتر بازی کردن و خب شد بهشت آرسنال. تونستش که خیلی راحت استفاده بکنه، 2 تا گل دیگه هم زد و خیلی نیاز نداشت که یاکرس تلاش خاصی بکنه، هم بازی خودشو کرد و گلشو زد. دقیقاً یه خوردم میخوام بگم چون گل اولش رو ارسال خورد، یعنی اصلا عجیب بودن، پک شده بودن که به قدری پک شده بودن، یعنی فشرده داشتن دفاع میکردن که اصلا پشت 18 ایستگاهی بود آخه، برگشت ایستگاهی بود. آره همینو میخوام بگم، خیلی بیش از حد دیگه پک شده بودن. تقریبا 3-4 بار این اتفاق افتاد، یکی دو بارش بلاک شد. یعنی اون یه باری هم که همون اول بلاک شد میتونست اونم گل بشه دقیقاً. دیگه دومیش واقعا خب وقتی بازیکن دوبار فرصت پیدا کنه میزنه.
خیلی حق داشتن. کرنر آرسنال وحشتناکه، یعنی اون جوور نابغه است تو ایستگاهی. درست، ولی یه نفر رو میتونستم بذارن به نظرم حداقل که اونجا رو پوشش شده. ولی حالاش میگم از چه نظر شانس دارن که اودگارد زودتر مصدوم شد. یعنی اگه اودگارد مصدوم نمیشد، هرچی ارسال که مادویکه داشت میدیدیم اونجور دقیق نبود، هی با فاصله هداشون زده میشد یا درست نمیتونستن هد بزنن. اگه اودگارد بود یکی از اونها دوباره گل میشد، چون از اون جناح فقط اودگارد رو دارن که با پای چپش تیز بکشه به اونجایی که دقیق میخوان. اینو شانس آوردن، ولی در نیمه دوم دقیقاً همون چیزی که میگی دیگه، اونو مجبور شدن بکشن جلو، پرس کنن. و خب تو بازی با لیورپول هم من اینو گفتم، آرسنال تیمی که پرس کردنش نه که غیر ممکن باشه، ولی خیلی نزدیک به غیر ممکنه با توجه دفاع به دروازه، با توجه دروازه‌بانی که داره و دفاعش و هافبک‌هاش. اصلا حالا چه مرینو چه رایس به علاوه زوبیمندی، اینا هر کار کنی به نظرم از پرست رد میشن و دیدیم که پرس ناتینگهام اصلا اونقدر نمیتونست. زورش نمیرسه. لیورپول زورش هم نبود این بازی و مسکرا داشت بازی میکرد، ولی بازم تو در اومدن از پرس موفق بود. بریم سراغ حریف هفته پیش آرسنال، لیورپول. صلاح بالاخره بعد از سپتامبر 2017 موفق شد به برنلی گل بزنه. تو چه دقیقه‌ای زد و چه بازیکنی هم پنالتی داد. بازیکن سابق آکادمی منچستر. اصلا این بازی میدونی تفسیر این بازی اینجوریه که انگار شانس هم امسال با لیورپول، یا شاید بشه گفت جنگندگیشون برای برد احتمالاً دوباره امسال قهرمانشون میکنه. این از جنبه مثبتش. ولی از جنبه منفیش اینه که لیورپول قطعاً امتیاز از دست میده، به خاطر اینکه تو فاز دوم بازی سازی به شدت مشکل داره. یه بخش بزرگیش هم دقیقاً به خاطر حالا صلاح و ویرتس اصلا واقعاً در حد 80 میلیون هم بازی 50 تا 60 تاش هم بازی نمیکنه، چه برسه 130 تایی که براش دادن. اصلا بلنک خالصه. آره فیشینگ خالص، اصلا اسکم خالصه. این بازیکن تصمیم گیریش بسیار گنده و اصلا اون انتظاری که من داشتم به عنوان یه بازیکنی که حالا به اصطلاح میخواد 10 بازی کنه بیاد، من دوست دارم بازیکن بیاد عقب توپ بگیره و تو جریان بازی سازی باشه. اکیتیکه نقشش پررنگ‌تر از ویرتسه، یعنی خیلی جاها می‌دیدیم که میومد به سمت گاکپو جاشو رها می‌کرد که مکالیستر یا ویرتس اونجا رو پر می‌کردن به عنوان حالا مهاجم فرضی، و اکیتیکه خیلی کمتر تو پوزیشن خودش بود. خیلی دوست دارم این کار اکیتیکه رو. حالا میدونم بخشش تاکتیک مربی، ولی خود این بازیکن هم این پتانسیل رو داره که خوب پاسای خوبی داره، خوب جابجا بشه. در صورتی که من بیشتر از ویرتس انتظار داشتم که بیاد جابجا شه، توپ پخش کنه و یه روزنی ببینه و پاس خوبی بده. حالا هنوز ایساکو خیلی بازی ندادن. این هفته اسلوت گفته بود که ما ترجیح میدیم یک هفته کامل تمرین بکنه تا هر دقیقه بخواد 5 دقیقه 10 دقیقه بازی بکنه. اما خب قراره مثلا که جلوی فکر کنم حریف بعدیش نیوکاسل که بازی بکنه. شاید با اومدن ایساک بتونه اون قفل لو بلاکی که تیم‌ها جلوش میچینن رو باز بکنه. بردن تو روزهای بد یا بردن تو روزهای نچندان خوب بگیم، ویژگی قهرمان هاست. یعنی یه قهرمان باید این شانس رو داشته باشه تو روزی که خوب نیست بتونه ببره. اما لیورپول تا کجا باید ببینیم شانسش رو میاره، چون نه صلاح رو فرمه نه ویرتس رو فرمه. یعنی این 50% توان لیورپول هم نیست. مثلا شاید یه سوبوسلایی که داره اوور پرفورمنس میکنه، اما باید ببینیم که تا کجا میتونه با این رویه ادامه بده. لیورپول تو هر 4 بازی که برده تا دقیقه 80 برنده هیچ کدوم نبوده و از اون به بعده که تونسته برنده بشه. برنلی خیلی خوب فضاها رو بسته بود، یعنی تلاشی که کرده بودن شاید من بگم تو حالا از زمان اومدن اسلوت بگیریم هیچ تیمی جلو لیورپول نکرده بود، حتی تو لیگ قهرمانان، و همه روزنه‌های عبور رو بسته بودن. اسلوت باز دوباره یه بازیخونی خیلی خوبی از خودش نشون داد. نیمه دوم برادلی رو که اوورد، سوبوسلای رفت تو خط هافک و اونجا هم خلاقیت خط هافکش رو برد بالاتر نسبت به مکالیستر، هم اینکه سوبوسلای خب شوت‌های خوبی میزنه، چند تا شوت
خیلی خوبم امتحان کرد و آخر انقدر شوت زد که بالاخره فشار جواب داد. آره تا قبل از اون مثلا میدیم که سعی میکرد یا به عنوان دفاع راست بیاد تو باز همون مهاجم فرضی بازی کنه، صلاح بره لب خط یا بالعکس صلاح بره مهاجم، این مثلا بره لب خط فضا برای صلاح باز کنه. ولی دقیقا وقتی که تعویض شد دیگه با خیال راحت میرفتش اونجا. ولی لیورپول یه داستانی که داره، حالا چون به بینلی اشاره کردی، به نظرم قبلا هم این مشکل رو داشتش. یعنی تو بازی با پاریس سن ژرمن ما دیدیم که موقعیتی نمیتونست ایجاد کنه رو دروازه پاریس و پاریس با ضد حمله، بنلی فقط قدرت ضد حمله رو نداشت دیگه، ولی پاریس سن ژرمن برعکس اون قدرت رو داشتش. یعنی هر تیمی که بتونه اینجوری خوب لو بلاک بازی کنه قطعا لیورپول رو اذیت میکنه. حالا ما آرسنال رو دیدیم، به نظرم اگه چلسی هم همین روند مثلا مقابل لیورپول بازی کنه میتونه راحت ببرتش. چون ما هم مقابل پاریس سن ژرمن و الان برلین میدیم که هیچ ایده‌ای برای باز کردن قفل دروازه حریف نداشته ولی کاملا ایده داشت. یعنی اینجوری بود که تو نیمه اول توپو میذاش بره سمت خاکپو و چون خاکپو خب قطعا خلاقیتش از صلاح کمتره، میذاش بره اونور، خاکپو هر کاری میخواست با توپ بکنه و خب خیلی دقت شوتی هم نداره خاکپو. نیمه دوم ولی برادلی که اومد اینورتد بازی میکرد و همین باعث شد که حالا سوبوسلای هم بازی میکرد ولی خلاقیت سوبوسلای و اینورتد بازی کردن برادلی باعث شد که صلاح لب خط فضای بازتری داشته باشه، بدون چند حرکت انجام بده. با فریمپونگ هم که اومد دیگه اصلا نور علی نور شد و تونست پنالتی بگیره. آره تعویضاشون خوب بود اصلا. حالا رابرتسون هم یه کیفیتی از خودش نشون داد که آدم شک کرد چرا کرکز رو خرید. مثلا رابرتسون که اومد، رابرتسون سوتی زیاد میده. آخه کرکز هم خیلی دفاع مطمئنی نیستش، ولی یه داستانی که داره اگه مقابل اینجور تیما بین کرکز و برادلی حالا نفر سوم انتخاب نکنیم، بخوایم بخش بین کرکز و رابرتسون نفر سوم انتخاب کنیم، رابرتسون خیلی بهتر بود. همین لحظه که اصلا تعویضش کرد بود حضورش نشون داد. حالا یه بخشش به خاطر کارت زردی بود که کرکز داشت، نه اصلا می‌خواست تنبیهش بکنی که چرا تو دایو رفتی. دقیقاً. و اصلا رابرتسون خیلی تغییرات بهتری اعمال کرد، ارسالاشو نشون داد، باز کیفیت ارسالش و پا به توپ بهتری داشت نسبت به کرکز و کلا تعویضاش که خوب بود. اصلا انگوما هم که اومدش خیلی بازیکن با استعدادی واقعا، یه پاس خوبم دادش، فکر می‌کنم به ویرتس بودش، ارزی داد، نشون داد اصلا بازیکن خیلی با کیفیتیه و انقدی با کیفیت بوده که کیزا رو از لیست اروپاییشون گذاشتن بیرون. دقیقاً. و لیورپول نشون داد که ذخیره‌ای داره که حداقل براش کارو در بیاره. صحبت پایانی در مورد بازی، این بازی نشون داد که حالا ما یه پیشبینی نسبی با توجه صرفا به یکی دو بازی داشتیم، یه خورده ذهنیت‌ها رو مجدد تغییر دادیم بازی این هفته، به این شکل که من مطمئنم بازم لیورپول و آرسنال امتیاز از دست میدن و سیتی همچنان شانس داره که حالا برگرده به کورس. حرف از سیتی زدی، بریم سر وقت دربی منچستر، مهمترین بازیشون، جایی که شاید میتونست یه سراب خوبی برای منچستریا باشه، میبردن و حتی میتونستن با قیچی برگردون آماد که شبیه قیچی برگردون رونی هم بود ببرن، اما خب نشد که بشه. بریم حالا خیلی انتقادا به آموریم میکنن که چرا فلان بازیکن رو نذاشت، فلان بازیکن یا چرا اینجوری میکنه، ولی یکی اینکه هر کی میذاش از اسکوادی که از سیتی ضعیف‌تر بود، ولی این بازی صرفاً یه جدال ساده نبود، واقعاً جدال تاکتیکایی بود که شاید کمتر دیده بشه و گواردیولا به نحوی و به نظرم گواردیولا همیشه اگه بخوای باش یه بازی تاکتیکی کنی میبرده، یعنی بهتره که یه خورده محتاط‌تر باشیم مقابل گواردیولا و کاری که به نظرم آموریم بهتر بود میکرد اینجا، مثلا کاسمیرو رو میذاشت تو و با نبود کونیا شاید بهتر بود برونو یه خط میرفت جلوتر، یه خورده خط هافک وسطشو منچستر قوی میکرد، ولی این خواست ریسک کنه یه بازی شطرنجی انجام بده با گواردیولا که گواردیولا قشنگ پوستشو کن. یه داستانی که داره، حالا شاید خیلی بگن 3-4 اصلا جواب نمیده، ولی
3-4 سال مثلا توخل تو چلسی این استفاده کرد، موفق بود چمپیونز لیگ گرفت باشه. ولی این نکته‌ای که داره چرا مثلا این 3-4 تا شاید جواب نمیگیره، به خاطر اینکه مثلا تو این بازی ما دیدیم وقتی که پرس میکردش سیتی یونایتدو، کاری که آموریم در جواب این کار میکرد این بود که دلیخ به عنوان یه پیوت فرضی از اون دوتا دفاع بکنه بره جلوتر، ولی این کار دوتا مشکل داشت. یکی این که دروازه‌بان با بازی پای توپ خوبی ندارن، بازی با پای خوبی نداره دروازه‌بانشون، و دوم این که دلیخ خب مثلا کاری که زوبیمندی و باقی میتونه، مثلا پدری نیستش، وقتی ویژنشون پایین‌تر، اون سطح آگاهی محیطیشون برای پاس دادن به تپ پایین‌تره و خب وقتی پرس بشه تو فرصت کم سخت‌تر میتونه تصمیم بگیره نسبت به باقیشون. همین هم باعث میشه مثلا سوتی زیادی بده. یه بخشش این بود، حالا تو جلوتر باقی بخشش هم من به نظر مثلا کار منچستر بیشتر از اینه که اینو بازی بده اونو بازی نده. اون ساختار رست دیفنسش افتضاحه، فاجعه است. هیچکی نمیدونه کجا باید وایسه، کی باید کجا وایسه. اصلا وقتی که توپ از دست میره خب خیلی راحت، مثل گل دومی که برای هالند انداختن، راحت از نیمه تک به تک بود تونست، و کیه که ندونه که هالند اینا رو هیچ وقت از دست نمیده. اصلا در نظر نمیگیرن که آقا این بیلداپی که ما انجام میدیم شاید جواب نده، و مثلا همون برونو که یه مقدار بازیکن ترشونه پاسو میده دیگه فکر نمیکنه به اینکه آقا این پاسه اصلا شاید نرسه، یا این پاسه رو من انداختم رو پای راست بازیکن در صورتی که بازیکن چپ پاهه، خب این زمان میبره تا توپو بیاره رو پای تخصصیش، این شاید از دست بده و خودش دوباره اضافه میشه جلو. حتی برونو هم اینو درک نمیکنه و کار منچستر خیلی فراتر از این است. اما دلیل نمیشه به آموری ایراد نگیریم. یعنی تو اوگارته رو گذاشتی، ببین تو دفاع میخوای از بازیکن یا حمله؟ اگه دفاع میخوای کاظم خیلی بهتره، کاسمیرو خیلی بهتره، هم تو دفاع که خیلی بهتره، تو حمله هم یارو کنار مودریچ و کروس بازی کرده جواب داده، قطعا از اوگارته بهتره. و از اونور مینو قابلیت چرخش میده به خط هافبک تو. اصلا بیلداپی که تو انجام میدی نیاز داره به بازیکنی که چرخش انجام بده. خب وقتی میبینی مثلا برونو روز خوبش نیست، بیا از مینو استفاده کن، بیا مینو رو بذار کنارش، مینو هم اون اکت دفاعی مناسب رو داره، بیا از اون استفاده کن و خودتو راحت کن از این انتقادات. الان سر بازی دادن اوگارته تحت فشار، سر بازی دادن مثلا برونو تو خط عقب تحت فشار، خودش هم انگار نمیخواد خلاصی پیدا کنه، انگار یه مازوخیسمی داره. نه من اوکی هم با این بخش برونو رو اونجا بازی بده. حالا میگم صرفا سر این بازی میتونست برونو رو یه خط بر جلوتر، اوگارته و کاسمیرو یا اوگارته و ماینو رو حالا همزمان بذاره. ولی میگم این بازی ساده نبود، قشنگ گواردیولا بود که اوت بده. یعنی میگم بهتره که با این بازی نسنجیم، چون کاملا شطرنج و گواردیولا اصلا یه جور خاصی بود. مثلا همین ترکیبی که تو این بازی استفاده کرد مقابل برایتون استفاده کرد، ولی خیلی فرق داشت. مثلا یه کاری که کرد این بود که دوکو می اومد مرکز. خب این بازی پرسینگشون جالب بود. مأموری که برای مثلا دوکو بودش یا اون یورو که تو اون پوزیشن بود، دوکو مأمور این شد که اینا پوزیشن خودش خارج کنه و دیدیم این دیگه زرنگی گواردیولا بود که میدونست این بازیکنی که مأمور پرس کردن این بازیکنه یه محدودیتی داره، پس دوکو رو از اون پوزیشن خودش کشون بیرون آورد مرکز یا حتی سمت راست، که ما تو هر دو گلش می‌دیدیم که دوکو اصلا با چرخش خوبی که داشتش و جلو اومدنش باعث میشد که فودن فضا داشته باشه، مثلا یه فضای یورو خالی بشه. مثلا تو گل اول دیدیم که فودن فضا پیدا کرد با همین کار، دوکو دریبل میکنه، پاس میده، فودن گل میزنه. یا تو اون گلی که باز هالند زد یورو رو میکشونه با خودش جلو با چرخش سریعی که داره. میگه مربی مثلا باید اینو بدونه که این بازیکن این محدودیت‌ها داره تا یه حدی بره جلو، یورو رو نذاره اونقدر بره جلو. باز چرخش خوبی میکنه، جا میذاره، یه پاس میده هالند میره میزنه. یعنی این زیبایی خلاقیت تاکتیکی گواردیولا هم هستش. آره گواردیولا که قطعا برده بازی تاکتیکی رو، اما خب مثلا یه سری کارا هم کرده بود. آره این که مثلا دیگه اون مهاجم تارگتش هالند نبود، هالند میرفت یورش میبرد به
خط دفاع منچستر و پشتش فضا خالی میشد، فودن خیلی راحت تونست گلش رو بزنه یا با همین کارش فضا رو باز میکرد برای کاتبک ها. اما خب مثلا میگی با این بازی نسنجیم، خب مثلا به طور مثال شاو رو من مثال میزنم، 10 ساله داره همینجوری جلو منچستر سیتی میبازه و اینجوریه که ببین یه سری نکات ابتدایی رو تو فوتبالش بلد نیست. ببین تیما وقتی مدافع وسط چپ ها دارن، حالا تو دفاع 4 نفره خیلی خوبه که چپ ها باشه، چون فرصت اینو داره نیم ثانیه بیشتر فرصت اینو داره که هم به سمت چپش پاس بده، هم خیلی راحت میتونه به مرکز پاس بده نسبت به مدافعی که راست پا باشه و سمت چپ بازی کنه. ولی شاو اصلا یه جوری بود زاویه بدنش رو به مدافع کنارش بود و همین فرصت رو ازش میگرفت که خب من این زاویه رو ندارم دیگه، یه زاویه رو خودش از خودش میگرفت. ببین تو وقتی یه قابلیتی داری که با پای چپت میتونی به تیم اضافه بکنی، اینم میگیری دیگه، آیکیو چنده مگه؟ من حقیقتا این بازی لذت بردم، اصلا سرشار چیزای تاکتیکی بود. حالا این خورده ها هم هستش، ولی همونجور که اولش شروع کردی خیلی فراتر از اینه که ما بگیم اینو نذاره اونو بذاره. و من حالا کارایی که میدم آماریم سعیشو میکرد، مثلا با نحوه پرسینگی که میکرد مجبور میکرد گوردولا رو یه حرکت جدید کنه. مثلا یه جای اورایلی از بازی ما میدیم که میومد مرکز که دوکو و فودن مثلا تو جناح فضا داشته باشن، یه جای این کارو برعکس میکرد، اینا رو میفرستاد چپ که اینا مثلا تو مرکز فضا داشته باشن، چون که برونو مثلا مأمور پرسینگ شده بود برای فودن یا حالا رایندرز هر کدوم. و اینم زیبایی کار دوتا مربی بود. یا مثلا چه میدونم، حالا مزروعی هم به نظرم انتخاب خوبی نبود واقعا. این بازی اصلا اون قدرت هجومی تیمو انگار جالب نبود برام خیلی. اصلا اون جلوش امبومو بود که حالا ضربه های نهایی خوبی زد به سمت دروازه، 2 تا شوت خوب زد، ولی تو جریان بازی افتضاح بود، خیلی بد بود. هم اون هم رودری خیلی توپ از دست دادن و مانع تیمشون بودن اصلا برای اینکه به موفقیت برسه. رودری تا یه جایی جلوی منچستر سیتی رو گرفته بود، از اون ور امبومو تو کل مدت موفق شد جلوی منچستر رو بگیره. اما نیمه دوم منچستر خب چون گل می‌خواست، عین بازی ناتینگهام فارست بود، چون گل می‌خواست اومد بالاتر بازی کرد، باز شد تیمش و خب چون اون تو اون باز شدنه تو باید بدونی دقیقاً کجا وایسی که اگر ضد حمله خوردی بتونی جلوش رو بگیری. مثل همون صحنه اخراج هایسن که اگه جایگیری بهتری داشت میتونست اخراج نشه، یا مثلا میدونست میلیتائو پشت سرشه. اما منچستریا این نکات ساده رو هم نمیدونن، یعنی هالند از رو نیمه حرکت کرد و رفت باز گل زد. حتی این نکات ابتدایی که عجیبه که ما توی سطح فوتبالی مثل فوتبال انگلیس نبینیم از تیم ها که این رو بلد باشن، ولی خب منچستر بلد نیست. حالا یه نکته جالبی دیگه هم که داشت، خیلی صرفا به کوبش منچستر یونایتد پرداختیم که جا هم داشت، ولی سیتی یه حالا جالبی که این بازی داشت وجود دوناروما، من دوست داشتم بهش بپردازید. دروازه‌بان که میگفتیم بازی با پاش خوب نیست و دیدیم که شروع مجددا هم یه جایی خود مثلا دفاع وسطاشون میومدن انجام میدادن. خود گواردیولا گفته ما انتظارات دیگه ازش داریم. دقیقاً، یعنی روزی که من انتظار داشتم اینو بخره، گواردیولا فکر اونجاش هم میدونستم میکنه، چون میدونیم که گواردیولا خیلی آدم سفت و سختیه، ولی یه جاهای یه تغییراتی تو خودش می‌کنه. مثلا همیشه میدونستیم که زمانی که با زلاتان نساخت هیچ وقت نباید یه مهاجم مثل هالند که می‌خرید که به نظرم 70% زلاتان هم نیستش، اصلا بازی با پای خوبی هم نداره، ولی هالند رو خرید و یه کارهای دیگه ازش داشت. حالا هالندی که نمیاد تو جریان بازی، همون انتظارم سر دوناروما داشتم که بیاد براش یه فکر جدیدی بکنه. چون مثال میزنم تو این بازی با نحوه پرسینگی که یونایتد انجام میداد، به خاطر اینکه دقیقاً میدونستن بازی با پای دوناروما بده، گواردیولا سعی کرد مثلا از 4-3-3 خودش تیمش رو 4-4-2 کنه،
یه جور دیگه بازی چینی کنه که بتونه اون پرسینگو بشکنه و این کارشو دوست داشتم. یعنی گواردیولا که همیشه من ناراحت بودم چرا انقدر سفت و سخته، یه فکر کرد که این کیفیت خوبی دوناروما و دوناروما هم پاسخشو داد که هرچند به نظرم میوردم ولی یه شوت خوب از امبومو گرفت. ادرسون بود مثلا اونا میخورد. صحبت پایانی؟ صحبت پایانی که به نظرم منچستر نشون خریدش خوب بوده ولی کافیه. آره باید خیلی کار میبره، باید ذخیره‌شون رو درست کنن. اول اصلا باید همین نایی که دارن رو درست کنن. یه قشنگ 2-3 سال زمان بره که منچستر بخواد درست کنه، ولی سیتی نشون داد همونجوری که سر بازی با برایتون گفتم این اشتباهاتشو گواردیولا در اول فصل میکنه، همون ترکیبو اینجا پیاده کرد ولی تو حین بازی تاکتیکای جدید مدام پیاده میکنه و امیدوار میتونه برگردونه به طرفداراش که همچنان تو کورس هست. به نظر باید ببینیم تا 2-3 سال دیگه آموری مثلا 2-3 ماه دیگه میمونه بخواد درست بکنه یعنی. خیلی ممنون که تا اینجای برنامه همراه ما بودین. امیدواریم که لذت برده باشین. کامنتی اگر دارین حتما برامون بذارین چون خیلی کمکمون میکنه، مخصوصا کامنت های انگلیسی شما. اگر تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین و اگر ما رو به دوستان خودتون معرفی کنین بزرگترین حمایتیه که میتونین از ما انجام بدین. تا یه روز دیگه و یه برنامه دیگه، خدا نگهدار.